دادگاه حربی روسیه روز 20 سپتامبر سال 2022 در پی بررسی شکایت زاده تاجیکستان فیضلی ندایویچ علیمخانوف 9 سال حکم زندان او را به تغییر باقی گذاشت. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه در شهر رستاو لب دون روز 29 ایون سال 2022 این جوان 22 ساله تاجیک را با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی بر اساس قسم یکم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به 9 سال زندان محکوم کرده بود. حلیمخانوف که خود را بیگناه می‌شمرد از این حکم شکایت برد ولی موفق نشد. خود این جوان تاجیک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی ریاست فسب ولایت ولگگراد میگوید در رفت تفتیش و بررسی دادگاهی معین کرده شد که فیضلی حلیمخانوف به یک شهروند دیگر تاجیکستان که در سوریه قرار داشت و عضو سازمان تروریستی دولت اسلامی بود پول فرستاده است. در دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه گفتند که حلیمخانوف از ولگگراد توسط تلفن موبیلی با یک حساب بانکی که رقمش را به وی یک عضو داعش داده بود 3000 روبل نزدیک $50 پول گذرانیده است. با تصدیق حکمش از سوی دادگاه تجدید نظر 9 سال حکم زندان فیضلی حلیمخانوف به اجرا درآمد. 3 سال اول حکمش را او باید در محبس پوشیده ادا کند. به حساب مقامات تاجیکستان در عموم بیش از 2000 نفر از شهروندان این کشور به دام مبلغان گروه‌های به نام جهادی افتاده، برخیش حتی با زنان و کودکان خود به قبل خانه‌خیز به سوریه و عراق، دو کشور جنگ زده خاورمیانه رفتند و به صف سازمان‌های تروریستی چون داعش پیوستند. مشهورترین آنها پلکاون گلمراد حلیموف، فرمانده سابق آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود که در خاورمیانه تا به مقام وزیر جنگ در این به نام حکومت داعش رسید. به حساب مقامات تاجیک بیش از 500 نفر از جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق کشته شده، حالا 500 زن و کودکان آنها در آن دو کشور جنگ زده در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان یک قسم کودکان تاجیک را از خاورمیانه آوردند و حالا تلاش دارند تا زنان و کودکان تاجیک باقی مانده را هم به وطن برگردانند.